علی گل امشو خانه مبیه قدم های تو بله دیده مبیه. کنم این جان شیرین را فدای تو. تسلی دیل دیوانه مبیه. دوستای به نهایت عزیز سلام، امیدواریم که جور صحتمند سرحال باشید. آوشم گرم نانچم یخ در هر سر دنیا هستین، جور و سالم باشید. دوستای عزیز سلام، امیدوارم که جور باشیم. مو را دنبال کنید. مو قبلا یک چینل دیگه هم داشتی، شاید خیلی هایشون دیدشین خیلی هایشون ندیدشین. اتفاقاتی که در افغانستان افتاد یا مثلا مو مهاجر شدیم، مثلا از افغانستان بیرون شدیم، بالاخره مو چینل از مو خراب شد، پیج از مو خراب شد. مو یک پیج یک چینل نو درست کرده. امیدوارم که مثل دفعه قبلی مو سابسکرایب کنین، لایک کنین، نظرات بدین. نظر شما بلدی از مو درسه، مو از طریق همزو نظر شما میتونی بلدی شما خدمتگار باشی. مو کوشش تلاش داره فیلم های خوب درست کنید. شما مو را دنبال کنید. امیدواریم که مثل دفعه قبلی ما و زیاگل لطانا نیلیم. لایک، سابسکرایب، فالو کنین. مو در کمک های شما نیاز داره. اگر شما مو کمک کنین موم چی؟ فیلم های خوب درست کنین. امیدواریم که در هر سری دنیا هستین کامیاب، موفق، پیروز باشید. و مو یک تصویر کوچیک از خانه میگیریم. مو یک خانه خیلی کوچیک داره، یک سالن کوچیک داره، یک اتاق کوچیک داریم. بازوخت بلده شما عزیزان در نشر مرسنی. اگر چینل از مو سابسکرایب کردید، مو رو فالو کنید در فیسبوک. مو همیشه کوشش تلاش منی که فیلم های خوبتر درست کنی. مو شما رو خیلی دوست داره. تا امیدی این گلم یک عزیز از مو دیده، یک عزیزی خیلی دوست داشتنی بلدی از مو ورده. یعنی می خانه یک خانه خیلی کوچیک مدره. این مو ناوی ایرانه که مثلا آشپزخانه و سالن را با هم جور منه. یک خانه خیلی کوچیکی که مثلا مد روز با قول ایرانی خیلی کوچیک. یعنی یخچال هم یک رفیق از مو دیده، قشنگ من رفیقی صمیمیم امانت دیده، گفته چند دیر استفاده کو بعد از او پس بیار. ما اگر جور بودی بلدیزی آدم هم خدمت خواد کردیم. این آشپزخانه کوچیک از مو